لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و سلام و درود خدمت همه شما خوبان، شمایی که خداوند متعال بر شما منت نهاده و فرصتی داده تا حاجی بشید و همراه با کاروانهای حج عازم دیار حرمین بشید یا رسیده باشید فعلا، یا همچنین شما عزیزانی که عشق و علاقتون حج هست، نیتتون حج هست، چشماتون پر از اشکه که خدای بارالله این فرصت نشد که من به حج برم، دلم رو فرستادم با حاجیا، قلبم رو احساساتم با حاجیاست و انشاءالله اجر یک حاجی کامل رو میگیریم. در این درس هایی که ما داشتیم از مفاهیمی که ما از مکتب و مدرسه حج میتونیم برگیریم، مدرسه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، مدرسه توحید ابراهیمی. در این مدرسه ما از اخلاص گفتیم، از انفاق در راه خدا گفتیم، از جهاد گفتیم، از تواضع و فروتنی گفتیم، از هجرت گفتیم، از این گفتیم که دنیا جای قرار نیست و ما از این گذرگاه به زودی خواهیم رفت، از مسئله هویت اسلامی که شخصیت من یه شخصیت اسلامی است، من کی هستم، هویتم، از این گفتیم، از آیات و نشانه های الهی که در مناسک حج و در ایام حج برای همه هویداست، از اون گفتیم که چطور حج من مسلمون رو ربط میده به تاریخم و من احساس میکنم که من یک علف هرزه‌ای نیستم، من عمق دارم در تاریخ، عمق دارم در دعوتم و در ایمانم و در فرهنگم، و گفتیم که حج به ما یاد میده که دیگر پذیر باشیم و وسعت ذهنمون، وسعت فکرمون، زاویه دیدمون به زندگی زاویه شمولی باشه که بتونیم همه رو تحمل کنیم. و همچنین گفتیم که حج به ما فداکاری یاد میده و در راه خدا چطور به اصطلاح از هیچیمون به اصطلاح دریغ نکنیم، همه رو در راه خدا بدیم و این جرأت رو داشته باشیم. از جمله دیگر مفاهیمی که در زندگی ما باید باشه و ما اون رو خیلی وقتا از دست دادیم. ببینید ما ابتدای امر وقتی در مفاهیم اسلام نگاه کنیم و تربیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام رو میبینیم که ارزش ها اونجا پررنگ هست، شخصیت ها، اسم ها مهم نیست، ارزش ها مهمه. طرف اگر عرب هست، عجم هست، نمیدونم سیاه هست، سرخ هست، سفید هست، برده است، آقا و سید هست، حاکم هست، محکوم هست، پولدار هست، فقیر هست، پادشاه هست، رعیت هست، همه در مقابل ارزش ها برابرند. همه باید راست بگن، همه از دروغ گفتن باید دوری کنن، همه باید عدالت داشته باشن، انصاف داشته باشن، همه باید ظلم نکنند، هر کسی ظلم کرد محاسبه میشه، هر کسی پاشو از قلیمش درازتر کرد محاسبه میشه، هر کسی زبان درازی کرد محاسبه میشه، قانون هم برای همه برابر. این زمانی بود که ارزش ها مهم بود. طرف اومد جبلت ابن ایهم پادشاهی بود برای خودش، اومد مسلمون شد، اومده بود به عمره با اون جبه و کبکبه و لباس شاهانه و اینا که روی زمین به صورت لباسش پهن بود و میرفت،
بنده خدای روستایی اومده بودونم برای عمره، خب نمیدونه تو این ازدهام که این آقا جبلته و نمیدونم پادشاه و فلان، پاش رفته بود روی جبه یارو، این هم برگشته بود یه سیلی محکم زده بود دماغ طرف رو شکنده بود. اونم اومد پیش امیر المؤمنین عمر بن الخطاب شکایت، آب جبله رو خواست که چرا اینو زدی؟ ببین ده هنوز ناخونات پر خونه طرفه، یا راضیش میکنی یا حساب پس میدی، تقاصش رو ازش میگیریم، قصاص میزنیم همونطور که زدیش. من پادشاه رو میزنی به خاطر یک رعیت؟ میگه اینجا رعیت و پادشاهی نیست، همه بندگان خدایی، مساوات، این ارزشه. خب این یه زمانی باز اومد ما مسلمان ها ضعیف شدیم و فلان شدیم، ارزش ها رو کردیم داخل افراد. اگر یه فردی ارزشی بود، این دیگه فکر شما خیلی رنگ و رو داد، فلانی آدم شجاعی هست، فلانی آدم امانتداری هست، دیدی فلانی چقدر آدم راستگوست، باید بهش جایزه داد. یعنی چی؟ یعنی اینی که ارزش ها از بین رفته. اگر ما این ارزش رو در جایی دیدیم فکر کردیم که دیگه طلا و جواهرات رو یافتیم، این چیز گرانبهای گم رو پیداش کردیم. واسه همینه که میبینیم که ما بعضی از اسمها همیشه تکرار میشه، میاییم در یک میلیون ها نفر جمع شدن، یه خطیب بلند میشه میگه های مسلمون ها کجایید؟ آبا صلاح الدین ها، صلاح الدین کجایی تا بیا ما رو از فاجعه هایی که در عراق هست، در سوریه هست، در فلسطین هست ما رو نجات بده. های صلاح الدین، های عمر بن الخطاب، های میریم دنبال مرده ها میگردیم که مرده بیاد بلند چه از قبر ما رو نجات بده. و امامی هم که هست از ما دست شسته، از امت دست شسته، ما چند صد هزار نفری که جلوش هستیم این رو ما رو نمیبینه، دنبال کی هست؟ یه مرده ای که از قبر بلند شه و بیاد بسیار به داد ما برسه. شدیم فرد پرست یا افراد رو زیاد به اصطلاح بهش همین پادشاهی که من اسمش رو میبرم اینقدر بلندش میکنم، وقتی میریم در عمق زندگیش نگاه میکنیم میبینیم خیلی اشتباهات داشت. پادشاهی درست کرد، پادشاهیشو تقسیم کرد بین بچه‌هاش، نمیدونم در فلان جا ظلم کرد، در فلان جا فلان لغزش رو داشت. اما چون که ما یه ارزش رو گم کرده بودیم توش دیدیم ای شجاعت تو فلان بیرق، این دیگه پهلوان شد و برای ما چی شد. یه وقتی باز اومد از این ارزش ها هم چی شد؟ ارزش ها رو عوض کردیم. اومدیم چی شد؟ ارزش شد لباس طرف جایگاه اجتماعیشو نشون میده. اگر لباسش اینطوری بود، اگر جبهش اینطوری بود، اگر کلاهش اینطوری بود، کلاه چی داشت، سبز داشت یا کلاه سفید داشت، عمامش اینطور بود، خونهش بالا شهری بود، فلان بود، این پیش ما ارزش داره. این فرد فلانی رو دیدی؟ بله فلانی اینطوری است، حرفش رو زبان هاست. چرا؟ لباسش این رو ارزش کرده، خونهش این رو ارزش کرده. این به اصطلاح چیزهای پوچ برای ما ارزش شد. اومدیم در حج یک درس و یه شستشویی میده که این ذهنی که بیمار شده، این ذهنی که رسوبات روش نشسته، زنگ زده، این رو باید صیقلش داد، این رو باید پاسداری کرد. اینجاست که خداوند متعال میاد در حج ما رو با یک مفهوم جدیدی که قدیم هست در واقع باید ارزش می بود در ما و گمش کردیم، ما رو دوباره با این یادآوری میکنه. یا ایها الناس، های مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مگه یادتون رفته شما همتون بچهای یک زن و مردید، شما همتون از آدم و حوا هستید، پس به همه برادر خواهرید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد از این ما اومدیم به خاطر بسیار مسئله زندگی به چرخه، دنیا آباد بشه، ما شما رو ملت ها، قبیله ها، تیره های مختلف کردیم، نه به خاطر اینکه بر هم دیگه فخر فروشی کنید، هم دیگه رو تحقیر کنید، فلان کنید، نه، لتعارفوا، تا همدیگه رو بشناسید، توانمندی های همدیگه رو بشناسید، قدرت های همدیگه رو بشناسید، با هم این توانمندی ها رو به شور و مشوره و مشارکت بذارید. شما از من استفاده کن، من از شما استفاده کنم، شما داده های خاصی دارید، من توی منطقه صحرایی هستم که اونجا گاز هست، من به شما گاز میدم، شما در این منطقه
نمیدونم کشاورزی هستی، شما به من گندم بده، اینطوری زندگی چرخ زندگی بگرده و ما با هم باشیم. لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما بدونید که ارزش این نیست، ارزش تیره بودن نیست، ارزش قبایلی نیست، ارزش اینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد خداوند کریم با تقواترین شماست، بهترین شما با تقواترین شماست، بهترین شما ثروتمندترینتون نیستا، بهترین شما بالا شهریا نیستن، بهترین شما رئیس و وزرا و اینا نیستن، بهترین شما حجت الاسلام ها و آیت الله ها و این حرفا نیستن، اینا همش ساختگی خود شماست. وقتی هم نگاه میکنیم این وقتی میبینیم که افراد اونقدر خودشون رو گم کردن که همین چیز پوچی که خودشون ساختن، همین نامه های من درآوردی میشه ارزش و نمیخواد ازش به سراغ کنار میان. حالا بگیریم در تاریخ شما دیدید راستی یک آیت اللهی مثلا بره حج چرا نمیره؟ چون که میترسه اونجا که رفت با همه برابر میشه. این پوستین زمخت دروغینی که برای خودش درست کرده اونجا متلاشی میشه، اونجا فرعونیت و نمرودیتش ذوب میشه، با همه باید همسان بشه. کلکم آدم و آدم من تراب، همتون از بچه های آدمید، آدم هم بچه خاک، آدم هم از خاک به دنیا اومده، پس شما باید خاکی باشید. این تفاوت های اجتماعی بس چیه؟ این هم حکمت الهی است. تفاوت های اجتماعی یک آزمایشی است که خداوند متعال برای ما درست کرده تا این چرخ زندگی بچرخه، چرخ گردون بچرخه، نه اینکه ما بر هم دیگه به اصطلاح فخر فروشی کنیم و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما برخی از شما رو بر بعض دیگه آزمایش قرار دادیم. اتصبرون، که شما باید صبر کنید، یکم عقلتون رو به کار بگیرید. و کان ربک بصیرا، خداوند بیناست و متوجه است که شما چیکار میکنید. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، برخی از شما رو به برخی دیگه آزمایش قرار دادیم، ما شما رو سخرین کردیم که یکدیگر رو کمک کنید، حاکمی باشه، فقیری باشه، محکومی باشه، ضعیفی باشه، قوی باشه، این آزمایش الهی است. اهم یقسمون رحمت ربک، مگه شما این که تقسیم میکنید این رحمت الهی رو؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت شما رو، رزق روزی شما رو در دنیا ما تقسیم کردیم که و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، برخی رو بر برخی دیگر درجه بندی کردیم، بلند کردیم، پایین کردیم. اینا از طبقه پایین اشتباهی هستن، اینا بلند، اینا ثروتمندن، اینا چی؟ که چرخ گردون به چرخ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که همدیگر رو به کار بگیرید. اگه همه تو ثروتمند می بودید، تصور کنید یه دنیایی ما داریم همه دکترا دارن، خب کیه که نانوا بیشه، کیه که خیابون درست کنه، کیه که نمیدونم خونه درست کنه، کیه که بنا باشه، کی. پس این تفاوت ها رو خداوند متعال گذاشت در عقل ها، در توانمندی ها، در جسم ها، در فهم و شعور، در نمیدونم ثروت و مال، همه اینها گذاشت تا من محتاج شما باشم، کار برای شما بکنم، شما نیازمند من باشید، شما واسه من کار کنید و به این صورت چرخ زندگی بچرخه. حج میاد ما رو یهو هممون رو جمع میکنه، میگه که شما مثل همیدا، همتون خاکید، همتون بچهای یه زن و مرد بودید، همتون از پدرتون از خاک، همتون با هم معدنتون یکی هست، برگردید به معدنتون. این نکنه که این تفاوت هایی که خداوند متعال گذاشته، این ویژگی هایی که در افراد مختلف هست، این بیاد شما رو گول بزنه و شما بشید ابوجهل. ابوجهل چی کار؟ مشکلش این بود که خودش رو از دیگران برتر میدونست و نمیخواست که حرف دیگران رو بگوشه، میگفت من و من. مثال حق، ندای حقیقت. در حج ما اومدیم و گفتیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. وحدانیت خداوند رو اقرار کردیم، شهادت دادیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک یا محمد رسول الله. بعد از اون
اومدیم مناسک به ما درسهایی رو داشت و همین لباس احرام ما رو برگردون به معدن و سرشت انسانیت خودمون، آدمیت خودمون رو درک کردیم، فهمیدیم که ما همه هستیم، همه یکی هستیم، همه از خاک هستیم و به خاک خواهیم رفت. اما باز یک درسی بسیار مهم هست که ما از احرام باز میگیریم، اینی که این احرام انگار که کفن هست. منی که یه لباسم نمیدونم چند میلیون خرجش هست، الان با اون فقیری که لباسش مثل همین کفن هست همه با هم برابر میشیم، همه کفن میپوشیم، به این احساس که داریم تجربه مرگ رو با هم و تجربه دور انداختن دنیا رو با هم تجربه میکنیم. پوشیدن کفن باید ما رو به این احساس بده که من انسان خواهم مرد و در قبر انسانیت من، آدمیت من مورد محاسبه قرار میگیره. نه این مال و منالی که من داشتم و جمع کردم و دنیام به دادم میرسه. ببینید این کفن هیچ جیبی هم نداره. مشکلات حاجی‌ها یکی از مهمترین مشکلاتون اینه که پولامون کجا بذاریم، پاسپورتمون رو چیکار کنیم. آقا میگن کاروان‌ها پاسپورتاتون رو اینجا بذاری گم نشه، جیب نداری تو کفن. پول یک کیفه که بگیر محکم ببندش به کمرت که به اصطلاح گم نشه. یه چیزایی به اصطلاح اون چیزی انگار که خداوند به ما میفرماید ولا تنس نصیبک من الدنیا. یه چیزایی هم نیازت میشه تو دنیا یاد دره ها. من مؤمن چه هستم؟ خصلتم اینه که دنیا برام هیچ ارزش نداره، دنبالش نمیرم، خودم رو فداش نمیکنم. نه اینی که فقیر میشم، نه خیر. دین از ما نمیخواد فقیر بشیم، دین میخواد پولدار باشیم، ثروتمند باشیم، چون که عبادت‌های ما نیاز به ثروت داره. همین حج نیاز چی است؟ عبادت ثروتمنداست. من میخوام حاجی بشم، رکن پنجم دین رو انجام بدم، باید حاجی بشم. حاجی که بشم باید پولدار باشم که حاجی بشم. خب باید پولدار باشم تا بتونم زکات بدم. پس دین میخواد پولدار بشی، اما میخواد که این پول تو دستت باشه نه تو قلبت. خب حالا من اومدم کفن پوشیدم که احساس کنم من میرم تو قبر. حالا ببینید در قبر وقتی آدم میره به قبر دیگه ازش نمیپرسند که ببخشید جناب آقای دکتر ما منکر و نکیر اومدیم در خدمت شما هستیم، اگر اجازه بدید وقتتون اجازه بده ما 3 سوال داشتیم که در خدمت شما مطرح بفرماییم، اجازه میدید؟ این حرفا نیست. آقای قاضی و آقای نمیدونم فلان اینا نیست. صراحت است. تو آدمی، خداوند تو رو خلق کرد، روزی داد، زندگی داد. من ربک ما دینک. این پیامبر میشناسیش یا نمیشناسیش؟ جدیت اونجا دیگه حساب کتابه. اونجا این پوستینه که ما برای خودمون ساختیم، این زرق و برقایی که ما رو گم کرد، چشامون رو خیره کرد و خودمون رو ضایع کردیم، اینا دیگه اونجا ارزش نداره، فایده نداره. اینه که ما در مدرسه حج این رو یاد میگیریم. این پوستین رو من گذاشتم کنار. با این لباس وقتی که من در بین 4-5 میلیون انسان حرکت میکنم، کی میدونه این کی است کی نیست؟ اما اگر تاج خودم رو میداشتم، اگر نمیدونم لباس که میرفتم سر کارم میداشتم، اگر فلان، دیگه از دور افراد میفهمیدن که آقا این پادشاست، این وزیر فلان کشوره، این نمیدونم رئیس فلان دانشگاه، این قاضی، این آیت الله است، این فلان هست. نه خیر، همه این حرفای و این به اصطلاح موقعیت‌های اجتماعی که خداوند به ما داده و اینها رو یک آزمایشی برای ما قرار داده، اینا اینجا ذوب میشه. اینجا برابری است و اینجا همون مدرسه قبر هست که من احساس بکنم که من انگار که رفتم تو قبر، من الان حشر شدم. همه مؤمنان وقتی که حرکت میکنیم به سوی عرفات، الله، انگار که همه از قبر برخیستیم و داریم بریم به سوی محشر، حساب کتاب داریم. اینجاست که دیگه این مفاهیم بعد از زندگی در من زنده میشه. یکی از درس‌های دیگه‌ای که هم در حج خیلی مهم است و مدرسه حج به ما یاد میده، اون اطاعت مطلق از خداوند متعال هست. در حج همه میپرسن که آقا چی کار کنیم؟
هیچ کسی نمیپرسه چرا این کارو بکنیم. هیچ کسی نمیگه که چرا نهم باید برم به عرفات. هیچ کسی نمیگه که چرا 7 بار باید طواف کنم، 7 بار 7 سنگ بزنم رو کله شیطان، چرا 7 بار سعی کنم. هیچ کسی اینو نمیپرسه. همه میپرسه که چی کار کنم، کی این کارو بکنم، وقتی بهترش کیه، اجرش کجا بیشتره، اینجا چه کار کنم، اونجا چه کار کنم. یعنی اینی که اطاعت مطلق، فرمان برداری از احکام و دستورالعملهای خداوند. خب من طواف کردم، فایدهش چیه؟ حکمتش چیه؟ چه درس‌هایی توش هست؟ این چه درس‌ها و حکمت‌ها و اینها بعدی است. اگه من درک کردم، فهمش کردم، خب طوافم برام خوشمزه‌تر و خوش طعم‌تر میشه و لذت بیشتر میبرم. اما اگر درک کردم، نکردم، فهمیدم، نفهمیدم، دونستم، ندونستم، همه اینها هیچ تغییری در اجرای حکم نداره. من 7 بار طوافم رو میکنم، من جاهل چوپون که هیچی نمیدونم و هیچی اومدم به حج 7 بار طوافم رو میکنم. حالا چه فهمیدم، چه درسش تو هست یا نیست. چرا 7 بار؟ چون خداوند گفته، چون خداوند امر کرده من این کارو میکنم. خب اینه که طاعت در زندگی همیشه یه حد و مرزهایی داره. طاعت از حاکم، طاعت از همسر، طاعت از پدر مادر، یه مرزبندیایی داره ها، که اگر از اون مرز تجاوز کنه اطاعت نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. هیچ مخلوقی حق نداره در گناه و در سرکشی از خالق و آفریدگار از هیچ کسی اطاعت کنه، نه از پادشاه، نه از پدر مادر، نه از هیچی. اما اطاعت خداوند متعال یک اطاعت مطلق هست. چون خداوند متعال فرموده من این کار رو میکنم. چرا 4 رکعت نماز ظهر میخونی؟ چرا 6 نمیخونی یا 2 نمیخونی؟ چون خداوند گفته. چون خداوند گفته 4 رکعت میخونم. چون 4 رکعت میخونم چون خداوند گفته. پس این قضای اطاعت از پروردگار، این اطاعت مطلق، این یکی از درسها و مفاهیمی است که ما در حج این رو عملاً اجراش میکنیم، تکرارش میکنیم در همه مناسک، در همه این روزها، در همه این جاهایی که مخصص حج هست. خب که بعد از اون زندگیمون یک اطاعت باشه، اطاعت و فرمان برداری مطلق از پروردگار و خالقمون.